سلام عرض میکنم خدمت همه دانش آموزا و هنرجوهای عزیز. با آموزش پودمان اول کتاب طراحی وب در خدمت شما هستم. تو این پودمان قراره که با هم نرم افزار اکسل رو یاد بگیریم یا نرم افزار صفحه گسترده تا بتونیم خیلی کارهای مهمی با هم انجام بدیم. تو قسمت اول یا واحد یادگیری 1 کتاب شروع کرده در مورد کاربرد اکسل، امکانات اکسل، حالا در واقع آشنایی کلی با اکسل قراره پیدا بکنیم و شما قراره تو پایان این واحد یادگیری این سری عملیات محاسباتی انجام بدید، فرمول نویسی انجام بدید، توابع و رسم نمودار داشته باشید. خب ما قبل از اینکه شروع بکنیم متن کتاب رو خوندن، من میخوام یه تصویری به شما نشون بدم. این تصویر رو نگاه بکنید. یه اینفوگرافیه که میاد کاربرد اکسل رو میگه. مایکروسافت اکسل یوزیج، یعنی کاربرد نرم افزار اکسل. خب گفته این اکسل کیا استفاده میکنن؟ دانش آموزا، اون افرادی که در حال یاد گرفتنن. اینجا رو دارم میگم، این قسمت رو دارم میگم. از بیزینس های کوچیک، یک شرکت کوچیک داره از اکسل استفاده کنه. من خودم تو تجربه‌ای که داشتم شرکت های مختلفی رو دیدم که از نرم افزار اکسل استفاده میکنن. اکثر کاراشون مثلا طرف میخواد یه فاکتوری صادر بکنه، یه کسب و کار کوچیکیه، با اکسل این کار انجام میده. میخواد ثبت بکنه یه سری داده های کارمنداشو، ورودشون و خروجشون از اکسل انجام میده. میخواد محاسبه حقوق انجام بده، از اکسل کمک میگیره. پس اگه نرم افزار اکسل رو بلد باشید، خیلی از کارهایی که باید یعنی خیلی از شرکت ها به شما نیاز دارن. چرا؟ چون طرف اکسلش مشکلی میخوره، میخواد یه توسعه‌ای انجام بده، از شما کمک میگیره، میگه آقا شما به این کار برای من انجام بده. پس داری یه نرم افزاری یاد میگیری که خیلی کاربردیه. خب بیزینس های بزرگ، اونی که میخواد محقق، میخواد نتایج تحقیقاتشو یه جا جمع آوری کنه، میبینی که همه دانشجوهایی که مثلا تو مقاطع مختلف بعد داده جمع آوری کنن و خیلی وقت کارشون با اکسل دارن انجام میدن. مدیران پروژه، این پروژکت منیجر، مثلا طرف مدیر پروژه است، پیشبرد پروژه رو تو اکسل ثبت میکنه. مثلا ما یه سری روش، سری حتی تمپلیت آماده میکنه، اینو جلوتر یا توضیح پیشرفته تر میتونی یاد بگیرید. خب حالا چه صنایعی استفاده میکنم؟ اگه یادتون باشه گفتم که حسابداری یا گزینه اولن، فایننس و اکانتینگ یعنی بحث مالی و حسابداری گزینه اوله، بحث سلامت، بحث حالا اون سازمان هایی که هستن، چه سازمان های دولتی و حالا اون فروشگاه ها، اینا از اکسل مثلا طرف خریدش اینا رو ثبت بکنه. آمار جالبی که گفته مثلا 750 میلیون نفر تو دنیا دارن از این استفاده میکنن و این آماری که داره میگه ایده از افراد، شما وقتی اکسل بلد باشید وارد یه مجموعه میشه که خیلی ها اینو بلدن. یعنی شما اگه میخواید تو حوزه کامپیوتر حداقل تخصص رو داشته باشید، حداقل باید اکسل رو در حد خوبی بلد باشید. نمیشه بگی من کامپیوتر بلدم ولی خب اکسل خیلی بلد نیستم. چرا؟ چون خیلی از افراد اینو بلدن و انتظار دارن شما هم که مثلا متخصص کامپیوتری حداقل اکسل رو بلد باشید، چون خیلی کاربردیه. خب حالا تو اکسل قراره چیا یاد بگیریم؟ چه ویژگی هایی داره که اکثرا استفاده میکنن؟ یکی فرمول نویسی و فانکشن هاست، نمودار هاست، پیوت تیبل هاست که جلوتر بهش میرسیم، اصطلاحاً فرمت های شرطی یا کاندیشنال فرمتینگ که جلوتر بهش میرسیم. خیلی از کاربردهای دیگه است، اینجا چند تاشو گفته. و چه استفاده های معمولا میشه برای بحث برنامه‌ریزی بودجه گفته، بحث KPI ها گفته. حالا اینا رو شاید شما خیلی چون یه دانش پایه‌ای ندارید متوجه نشید ها KPI چیه، شاخص عمل کرد یا هم KPI چیه، حالا تمیز کردن داده، دیتا کلینینگ و سایر موارد رو ما انشاءالله جلوتر، حالا این تخصص ها شاید نه ولی این قسمت رو مخصوصا این قسمت ویژگی‌هاشو کامل آشنا میشیم. حالا شما میرید پروژه‌های مختلف انجام میدید انشاءالله وقتی وارد بازار کار شدید و از همه این قابلیت‌های اکسل استفاده میکنید. در بخش اولی کتاب که نرم افزار صفحه گسترده رو میخواد به شما یاد بده، میاد با یه مثال آموزش شروع میکنه. میگه آقا چرا اصلا ما نرم افزار اکسل میگه نرم افزار صفحه گسترده؟ این واژه صفحه گسترده منظور چیه؟ میگه فرض کن یه فردی به نام آقای آقارضایی هستش توی هنرستان که دفتردار اون مدرسه است. این کارش اینه که حالا لیست نمرات رو توی سری جداول وارد میکنه. یه دفتری داره، اسم دانش آموز داخلش هست،
حالا مشخصاتشون مثل نام پدر، تاریخ تولد، رشته تحصیلیشون و مثلا حالا محل صدور شناسنامه، همه اینا هستش و معدلشون هم توی ستون هست. خب این همیشه اینو توی سری جداول نگه میداره. یه دفتر دیگه ای هم داره که حالا اطلاعات نمره دانش آموز رو دقیق توش بس کنید، همه درسا. و خب به این جنبندی رسیده که اگه این دوتا جدول یکیش کنه مثلا بهتر. چی کتاب میخواد بگه؟ این مثال رو برای چی میخواد بزنه؟ حالا من جزئیاتش رو میخوام یه ذره وارد بشم، چون مثال خیلی خوبی کتاب اینجا میزنه. میگه آقا فرض کنیم ما یه کاغذی داریم، داخلش یه سری جدول کشیدیم. شما فرض کنید یه ستون میخوایم به این جدول اضافه کنید. کاغذ شما نمیتونید کاغذتون رو که گسترده تر بکنید که، یا باید یه کاغذ دیگه بذارید، یا مثلا چه کاغذ بزرگتری بذارید و اینا. میگه خب از طرفی هر کدوم از این داده ها رو که بخوایم وارد بکنیم، محاسباتش هم باید دستی انجام بدید. خب میگه آقا این همه کاغذ باید استفاده بشه، بعد جداول کاغذ تعدادش زیاد میشه، جداول قاطی میشه. پس ما بیایم یه نرم افزاری استفاده کنیم که مثل همین کاغذ جدول بندی شده باشه و از طرفی هر چقدر بخوایم اینو میتونم گستردش کنم، چه از این ور گستردش کنم چه از پایین. پس یه نرم افزار ایجاد میشه به نام نرم افزار اکسل که یه سری جدول داره. در واقع این جدولای اکسل و از طرفی از هر طرف، از سمت چپ و از سمت پایین میتونیم بهش گسترده ترش کنیم، ستون اضافه کنیم، ردیف اضافه کنیم. پس اگه واژه صفحه گسترده رو شنیدید، یعنی که قابل گسترده کردن این جداول. هر چقدر میخوای میتونی ستون اینور اضافه کنی، هر چقدر میخوای میتونی ردیف این پایین اضافه کنی. پس الان متوجه میشی که صفحه گسترده یعنی چی. خب در ادامه میاد کتاب اصطلاحات تخصصیش هم میگه. بچه‌ها ما یه سری کاغذ فرض کنید داریم که هر چقدر بخوایم میتونیم گسترده کنیم و این کاغذ جدول کشی شده است. هر کدوم از این جدول های ستونی دارن، یه ردیفی دارن، جلوتر باش کامل آشنا میشیم. به هر کدوم از این کاغذ ها ما میگیم چی؟ یه دونه شیت. اگه فرض کنید چند تا کاغذ هم کنار هم داریم که هر کدوم از این کاغذ قابل گسترده شدنه و هر کدومش هم داخلش جدوله، به کل این کاغذها میگیم ورکشیت یا فایل اکسلمون. نرم افزار اکسل یه نرم افزاریه که بسیار کاربرد داره برای محاسبات. شما قطعا خیلی از کارا رو دارید که یه سری جدول دارید، داخل اون جدول هم میتونید باید نیاز به محاسبات دارید که نرم افزار اکسل اصلا برای همین توسعه داده شده. شرکت مایکروسافت این نرم افزار رو برای یکی از نرم افزارهای اداریشه که توسعه داده که همه بتونن از روش چیکار کنن؟ استفاده کنن. خب دیگه میخوایم به صورت جدی وارد نرم افزار اکسل بشیم. کتاب اومده چند تا مفهوم پایه خیلی مهم رو اینجا براتون بیان کرده. اولین مفهوم و پرکاربردترین مفهوم سلوله یا سل. چیه؟ از برخورد هر سطر و ستون در یک کاربر یک سلول ایجاد میشه. سلول محل درج داده و اطلاعاته. سلولی که بر روی آن کلیک شده یا با استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلید انتخاب شده سلول فعال میگن. چند تا مفهوم گفت. یکی سلوله، یکی کاربریه، یکی سلول فعاله. پس ما یه سلول فعال داریم، یه سلول غیر فعال. سطر چیه؟ هر کاربر از تعداد ردیف افقی تشکیل شده با اون سطر میگن. پس وقتی گفتیم سطر یا ردیف یا رو دیگه متوجه میشی. تو مبحث بعدی، صفحه بعدی، کتاب میاد ستون رو میگه هر کاربر از تعداد ستون تشکیل شده. 26 تا ستون اول با حرف لاتین A تا Z، بقیه ستون ها با حرف AA تا XFD. جلوتر تو خود نرم افزار اکسل بهت اینا رو میگم، نگران نباش اگه نگرفتی. کاربر هر کارپوش یک یا تعدادی صفحه وجود داره که اون کاربر گفته میشه. پس بچه‌ها گفتم بهتون نرم افزار صفحه گسترده اکسل هر یه دونه صفحه رو میگیم چی؟ یه کاربر یا شیت یا ورکشیت به قول کتاب. و به همه این کاغذها کنار هم میگیم چی؟ ورک بوک یا کارپوشه. بریم تو نرم افزار اکسل رو ببینیم. اینم من بهتون بگم قبلش، آدرس سلول، هر سلول با توجه به اینکه برخورد سطر ستون به وجود میاد داره یه آدرسه
که برای شناساییش از اون استفاده میکنیم. برای مثال 20 محل برخورد دوم ستون سوم سطح. الان توی نرم افزار اکسل کامل اینا رو بهت یاد میدم. بریم تو نرم افزار. بچه‌ها این صفحه نرم افزار اکسل نگاه کنید. اینجا هر کدوم از اینا رو بهش میگیم یه سلول. وقتی روش کلیک میکنیم میشه سلول فعال. به هر کدوم از اینا میگیم ستون، به هر کدوم از اینا میگیم چی؟ ردیف یا رو، یا به قول کتاب سطر. خب اگه نگاه بکنید اینجا اسم ستونهای من از A شروع میشه میره تا XFD، همین که کتاب گفت. اگه نگاه کنید 26 تا اولش A تا Z، بعد AA، AB، AC. پس اسم گذاری ستونها اولش A تا Z، بعدش میشه AA، AB، بعدش میشه BA. همین رو کنید میره الان میره تا میشه BA. اینجا نگاه کن میره BA، BB، همینجور میره تا ستایی میشه. خب ستونام پس یاد گرفتم چه شکلی. حالا ردیفام چه شکلیه؟ ردیفام از 1 2 3 عدده میره تا انتهای چنده؟ 1,048,576 تا ما سطر میتونیم داشته باشیم. پس ببینید چقدر داده میتونیم وارد بکنیم. حالا اون آدرس هر کدوم از این سلولا از تقاطع این ستونو از تقاطع این ردیف بستگی داره که کجا باشه. مثلا الان ردیف اون چیه؟ ردیف 13 ستون اون کیوه. پس این آدرس این میشه Q13. اول اسم ستون رو میگیم بعد اسم سطر رو میگیم. اینجا می‌نویسن نکن اینجا نوشته آدرس دهیو. وقتی ما میخوایم بریم سراغ یه دونه سلول، هر سلولی باشه فقط کافیه اسم اون ستونی که اون سلول هست، مثلا P، حالا کدوم ردیفه بعدش، مثلا ردیف 39 میزنم یه اینتر بزنم میرم تو همون سلولی که میخوام. آدرس دهی سلولا چه شکلیه؟ این شکلیه. پس الان آدرس دهی سلولا رو چیکار کردم؟ یاد گرفتم. خب اینجا نگاه بکنید. کارگاه یک کتابتون شروع کار با نرم افزار میگه زمانی که نرم افزار اجرا میکنید چنین صفحه‌ای میبینید که اگه قبلا فایل اکسل ایجاد کرده باشید بخواید ادامه روش بدید میتونید اونو فراخوانی بکنید، باز کنید و اگه بخواید یه فایل جدید هم ایجاد کنید روی نیو میزنید. در ادامه هم کتاب میخواد اصطلاحاً ریبون اکسل رو توضیح بده، هر کدوم از اون قسمت هایی که داخل این ریبون وجود داره هر کدوم از این تب ها رو توضیح بده و سپس ورود اطلاعات یا دیتا انتری رو برای اولین بار تو اکسل انجام بده. گفته اطلاعات رو مطابق شکل 6 وارد کنید. هر کدوم از عناوین درج شده در جدول شامل ردیف و نام خانوادگی و اینجور اطلاعات رو فید و هر سطح از جدول که شامل مشخصات مربوط به یک شخص رو رکورد میگن. پس به هر کدوم از این ستون ها که عنوان داره، مثلا این ردیف، این فیلد، به هر کدوم از این داده ها به یه دونش نه به کل این ردیف میگیم چی؟ یه رکورد. این در واقع مثلا ما میگیم یه دونه اطلاعات یه رکورد برای یه دانش آموز ثبت کردیم، حالا رکورد بعدی به این میگیم فیلد چی؟ مشخصات یا همون نام ستون هایی که وجود داره. در ادامه کتاب میاد یه سری دستورات به ما میگه که ما مثلا با کیبورد بتونیم بین سلول ها جابجا بشیم. کنترل مثلا اینه که من جلوتر کامل بهتون میگم. الان من تو نرم افزار اکسل همه اینا رو میگم. انتخاب محدوده رو گفته من چون کتاب میخوام بهتون نشون بدم، بعدش میرم حالا عملی هم بهتون کامل یاد میدم. گاهی لازم عملیات روی محدوده مشخصی انجام بشه. این محدوده انتخابی که ممکن است به صورت سطری، ستونی یا ترکیبی از سطر و ستون باشه چی میگیم؟ محدوده به صورت پیوسته یا همجوار یا پراکنده. به این انتخاب اون محدوده رنج گفته میشه. حالا با روش‌های مختلفی داره. با کشیدن موس روی محدوده منظم تا اون رو انتخاب کرد. یعنی ما یه دونه سلول فعال نداریم، ممکنه مجموعه ای از سلول‌های فعال داشته باشیم. کتاب اینو میخواد بگه. اگه میخوایم همه سلول‌های اکسلمون رو فعال کنیم کنترل آ رو میگیریم. سلول فعال یعنی سلولی که آماده است ما توش داده وارد بکنیم. آماده است ما مثلا رنگشو تغییر بدیم. فعال منظور اینه توی سلول توی اکسل. برای انتخاب چند سطر مجاور از کلید شیفت و کلید جهت استفاده می‌کنیم و بهتون کامل میگم.
برای انتخاب یه سطح شامل داده ها اگه اولین سطح اون اولین سلول اون سطح انتخاب شده میتونم از کلید ترکیبی شیفت کنترل و اون جهت رو میتونیم مثلا برای مثال اگه سلول آ1 رو انتخاب کرد با فشردن کلید ترکیبی این سلول آ1 تا G1 رو انتخاب کن. حالا میگم اینا رو جلوتر من بهتون کامل میگم. این یادداشتم یادداشت مهمی. اینو چرا من دارم میگم؟ نکنید شما یه وقت هست میخواین اکسل رو یاد بگیرید برید سر کار، یه وقت برای کنکور و امتحان و اینا دارید مطالعه میکنید، جفتشو باید بلد باشی. اصلا هم تئوری بلد باشی که اگه این یادداشت رو تبدیلش کرد به تست کنکور شنیده باشیش، و از طرفی کار با نرم افزار اکسل هم چی بلد باشی، یعنی فقط تئوری بلد نباشی، عملیش هم بلد باشی. من یادداشتون خیلی مهمه بخونم. با استفاده از کلید کنترل و کلیدهای جهتی میتونم در بین محدوده شامل داده جابجا شد. نگه داشتن کلید شیفت همراه آن کلیدها ضمن انتقال باعث انتخاب آن محدوده میشود. روش دیگر انتخاب محدوده اصلا وارد کردن آدرس محدود در کادر نام یا نیم باکس و فشار دادن کلید اینتر. این کار انجام دادیم با هم توی اکسل که همون اسم ستون، اون شماره ردیف و اینتر. خب بریم سراغ نرم افزار اکسل. زمانی که نرم افزار اکسل رو باز میکنید با چنین صفحه‌ای روبرو میشید. یعنی حالا اکسل رو معمولا وقتی برای نصب اکسل، چون آفیس رو که نصب میکنید دیگه کل این نرم افزار، آفیس هم قبلا توی پایه دهم یاد گرفتید چه شکلی باید نصب کنید، اکسل هم خود به خود نصب میشه. زمانی که نرم افزار اکسل رو باز میکنید چنین صفحه‌ای میبینید. این صفحه چند تا بخش داره. یه بخش این ستونه که شامل چند تا موضوع هوم، حالا اگه وسط کار باشید، اگه اولین بار باز کنید اینو نمیبینید، فقط نیو اوپن رو میبینید. اینجا من الان وسط کار هستم، اومدم توی اصطلاحاً این فضا اینو واژه هوم میبینم. شما ممکن فقط نیو ببینید و تبا. نیو برای ایجاد یه فایل جدیده. زمانی که میزنم کلمه نیو میزنم یه سری قالب به من اینجا نشون میده. اینجا رو میبینید. حالا بسته به نسخه‌ای که شما ممکن شما نسخه خودتون نبینید اینا، یه ذره نسخه‌ای که دارید استفاده میکنید، من نسخه خود اورجینال آفیس هم دارم استفاده میکنم، ممکنه یه سری قابلیت بیشتر داشته باشه اما شما بهش نیاز ندارید. اینجا تمپلیت هایی دارم. تمپلیت یعنی چیزایی که آماده است من میتونم ازش استفاده کنم، یعنی که نه این کامل طراحی شده من فقط باید توش داده وارد کنم، یا اینکه میخوام یه دونه خالی بلانک میگم ورک بوک و کتاب که گفتم فایل اکسل مجموعه این صفحه بهش میگه ورک بوک ایناش. بلانک هم یعنی خالی، یعنی یه ورک بوک خالی به من میده اینجا که اگه روش کلیک بکنم میتونم یه فایل اکسل آماده است که توش داده وارد بکنم. اگه قبلا یه فایل اکسل ایجاد کرده باشی میخوای اون ادامهش انجام بده، روی اوپن میزنی که اینجا روی اوپن بزنی میتونی چیکار بکنی؟ شروع کنی کار کردن یا مثلا باز کردن اون داده. خب منم روی یکی از سلول انتخاب کنم سلول فعال میشه. قبلا یاد گرفتم که آدرس اون سلول فعالم میتونم اینجا ببینم. K4 در واقع توی ستون K هستم و سطر 4. خب اینجا یه دونه تایپ میکنم مثلا ردیف فارسی هم میکنیم. خب اینجا نگاه کن، اینجا نوشتم ردیف. حالا من میخوام فونت این رو عوض بکنم، به جای که این شکلی باشه مثلا فونتش بی‌نازنین باشه. حالا دقیقاً مثل ورد اینجا می‌نویسم و اینجا میادش. حالا یا میتونم اینو بازش کنم انتخابش بکنم. ایناش اینجا میتونم بی‌نازنین انتخاب کنم. خب الان فونتش تغییر کرد. میتونم بولدش بکنم، اندازه‌شو بزرگتر بکنم یا این شکلی، یا با انتخاب اینجا میتونم حالا یه خطی دیگه میگه اینا رو بلده قبلا. رنگ میتونم بچه این رنگ متنمونه که میتونیم عوضش بکنیم، هر رنگی دوست داشته باشیم بهش بدیم. این رنگ پس زمینه اون سلوله که میتونم اینجا هر پس زمینه‌ای که خواستم بهش بدم، حالا بلکه یه ذره متفاوت باشه، مثلا اینو رنگ سفیدش میکنم. خب اینم بس یاد گرفتیم. کتاب نکته دیگه بهت گفتش ما میتونیم یه سری کلید داریم، کنترل مثلا جهت. خب اینو نگاه کن نکتهش چیه. الان من فرض کن این نباشه، یه دقیقه اینو کلا پاکش بکنم، کلیرش هم بکنم، حالا این روشش کم کم شما یاد میگیرید. بیام اینجا. خب اینجا رو نگاه بکن، من الان روی این سلول آسه هستم، میام کلید کنترل و جهت راست رو میزنم، میرم آخرین ستون اون ردیف که میشه XFD.
نکن اینجا رو آدرسش هم XFD3. دوباره کنترل و جهت سمت چپ رو میزنم، میام دوباره همون سلولی که بودم. پس با کلید کنترل و جهت میتونیم به آخرین ستون بریم، جهت راست و چپ. حالا پایین بالا هم دقیقا همینه. اگه کنترل پایین رو بزنم میرم آخرین ستون، آخرین سطرمون تو همون ستونی که هستیم. کنترل بالا رو بزنم میرم چی؟ اولین ردیف تو ستون فعالی که هستیم. خب اینم پس یاد گرفتیم. حالا یه نکته ای داره اینجا، این نکتهش نکته مهمیه. فرض کن اینجا یه دونه متن نوشتم، همون ردیفی که بودش. حالا اینجا بنویسم. اگه اینو بنویسم، چون اینجا محتوا داریم، چون اینجا ما محتوا نداشتیم، اگه بیام تو این سطر چنده یا سطر 9 هم بیام اینجا و کنترل بزنم، دیگه نمیره تا انتها، میره اولین سلولی که محتوا داخلش هست. بعد دوباره اگه کنترل جهت سمت راست رو بزنم میره آخرین ستونم. پس اینو دقت کردی؟ پس این کلید زمانی که شما یه محتوا اونجا داشته باشی، اول میره اون محتوا، بعدش میره. اگه مثلا چند تا هم داشته باشی، بذار یه دونه محتوا دیگه هم اینجا اضافه کنم، مثلا بنویسم نه. خب چه اتفاقی میفته؟ کنترل جهتی که اول میره اینجا، بعد میره اون یکی محتوا، بعد میره آخری. پس در واقع میتونم بین سلول های دارای محتوا سریع کار کنم، جابجا بشم با این روش. تو ستونش هم همینه. اینجا من یه دونه تست بنویسم، بکنید اول کنترل پایین رو که بزنم میاد اینجا، بعد میاد اینجا، بعد میره انتها. وقتی بالا رو بزنم، وقتی بالا هم بزنم دقیقا برعکس کار میکنه، از پایین میاد بالا تا به اولین ستون بالای محتوا که نامیده، بعد میره سراغ تست، بعد میره اولین ردیف. پس اینم یاد گرفتیم. یه نکته دیگه کتاب بهت گفت ما میتونیم چند تا سلول فعال داشته باشیم، یک محدوده داشته باشیم. مثلا کنترل موس رو که نگه می‌داریم، کلید چپ رو نگه دار و همجور اصلا بکشی داخل صفحه، این سلول فعال میشن خود به خود. این محدوده ای از سلول چیکار شد؟ فعال شد. من میتونم حالا اینجا رو مثلا همه‌شو یه دفعه اینو سبز بکنم، میتونم تغییر بدم همه رو با هم. یا اینکه یه روش دیگه، ما الان این سلول هستیم و داخل این سلول میایم کنترل شیفت و جهت پایین رو میگیریم، کل اون ستون از ابتدا تا انتها چی میشه؟ انتخاب میشه. در مورد ردیف هم همینه. من ردیفایی که دارای محتوا رو یه نکته داره، به خاطر همین اونا رو انتخاب نکردم. الان نکتهشو بهت میگم. کنترل شیفت رو نگه داریم، جهت سمت راست رو بزنیم، کل اون ردیف رو میگیره. حالا نکتهش اینجاست، اگه یه سلولی محتوا داشته باشه، کنترل شیفت و مثلا جهت راست رو بگیری، میره تا اون قسمتی که اولین محتوا هست، تا اونجا رو برات انتخاب میکنی و سلکت میکنه. دقت کردی؟ یه دفعه دیگه نگاه کن. الان اینجا وقتی کنترل شیفت جهت راست رو میگیرم، میره تا اینجا رو انتخاب میکنه. پس دقت کن، کلید میان بره کنترل شیفت و جهت میاد محدوده رو اگه تا اولین سلولی که محتوا داره برات انتخاب میکنه. یه نکته دیگه میمونه، اونم کنترل آه. اگه بخوای همه سلولای یه دونه شیت، تو بچه‌ها این شیت رو میبینی به کل این سلول ستون ها و سطر ها میگن یه شیت. ما میتونیم شیت اضافه کنیم، میتونیم یه دونه شیت جدید اضافه کنیم. حالا جلوتر کاملا کار با شیت ها رو یاد میگیریم. الان کنترل آ رو که بزنم، کل سلول های یه دونه شیت هم چی میشه؟ انتخاب میشه. ما تقریبا الان همه نکات رو بهت گفتم. یه دور دیگه برگردم کتاب، یه مروری با همون کتاب بکنیم دیگه، الان کامل یاد گرفته باشی. این یادداشت رو میگم، بقیه نکاتی که کامل یاد گرفته با استفاده از کلید کنترل و کلیدهای جهتی، همون کنترل رو نگه داشتن، میتوان در بین محدوده شامل داده جابجا. چرا گفته محدوده شامل داده؟ نکتهشو بهت گفتم، چون میره مثلا اگه تو ردیف بخوای جابجا بشی، میره اولین سلولی که داده داره جابجا میشه. نگه داشتن کلیدش همراه با این کلید هم میشونه انتخاب کرد که دیدی نشونت دادم اونجا. وقت روش دیگه هم چیه؟ روش دیگه هم که محدوده از سلول وارد کردن، آدرس محدوده از کادر نیم باکس و فشار دادن کلید انتر. اینو یه دور سریع بود میگم. یه نکته هم داره کتاب نگفته ولی من بهت میگم. اینجا رو نگاه بکن. ما اگه این که قبلا بهت گفته بودم که مثلا اسم اون سلول رو بزنیم و اینتر کنیم، میاد. یه روش داره، جلوتر هم کارش دارم.
اگه میخوای یه محدوده‌ای هم انتخاب کنی اینجا میتونی، فقط کافیه اسم اون سلولی که شروع میشه رو اول بنویسی، 2 نقطه رو بزنی، بعد اون تا کجا، مثلا من از D13 مثلا تا D مثلا 22 میخوام سلکت کنم، بعد اینتر کن. چی شد؟ اون محدوده رو برات انتخاب کرد. این هم یه نکته اضافه که گفتم بهت بگم، کتاب بهت نگفته بود که بیشتر یاد بگیری. خب ما تا اینجا این نکات رو یاد گرفتیم، ادامهش میخوایم بریم دیگه کاملا با نکات بیشتر این تبع آشنا شیم. یه نکته هم حالا اینو کتاب گفته، بذار این قسمت رو بهت بگم چون قسمت مهمیه، حالا تا بعدش ما یه ذره مباحث جدی‌تر می‌خوایم مطرح کنیم چون می‌خوام یه کارنامه با هم طراحی کنیم، یه ذره مقدمه داره. اینو که بهت گفتم قالب بندی سلول، فقط این یه دونه رو بهت نگفتم، اینم بذار بهت بگم. ببین الان نگاه اینجا رو اگه نگاه بکنی اصلا هر حاشیه یا کادر اینا حالت بیرنگی داره. ما با این دکمه با این میتونیم بوردر بدیم. مثلا ما میخوایم کل اون کادرش، خب رنگش هم اینجا نگاه کن چی شد. وقتی اینو کلیک کردم کلش کادر پیدا کرد. حالا رنگ اینا میتونیم تغییر بدیم، اینهاش مثلا کالرش رنگی باشه، نارنجی باشه. اینجا نگاه کن، من رو هر کدوم کلیک بکنم میتونم رنگ بدیم، مثلا این برای زیباتر شدن مثلا کادر بندیشه. یا اگه خواستم پاک بکنم دقیقا مثل همین کلا اون استایلی که داده من پاک کرد. پس این ابزارم که کتاب بهش اشاره کرده رو یاد گرفتی، خودت هم میتونی باش کار بکنی. پس الان معلوم شد هر کدوم این استایل رو بخوام بوردر بهش بدم از این ابزار استفاده میکنم. برگردیم به کتاب. خب پس ما قالب بندی استایل کامل یاد گرفتیم، محتوا نوشتیم، فونتش اینا رو عوض کردیم که اینا رو کامل یاد گرفتی. بوردر هم که متوجه شدیم. خب این نکته که کتاب گفته بستن پنجره و اینا دقیقا مثل ورد دیگه، من بلدی بهت نمیگم، فقط یه مسیر دیگه ای هم داره، ضرب در زدن که قطعا بلدی، حالا سیو کردنش اینا دیگه کسی که پای 11 به نظر من اصلا بی‌ادبی اینا رو بهش یاد دادن. یه حالت وارد هستی خودت که دیگه نیاز نباشه من اینا رو بهت بگم. اینم روشش رو بهت بگم، فقط فایل رو بزنی اینجا روی دکمه کلوز بزنیم، اینم حالت بستنه. حالا شاید اینو ندیده باشی، گفتم نکتم بهت بگم. خب برگردیم دوباره به کتاب. میخوایم یه بحث بسیار جدی رو با هم شروع بکنیم به نام انواع داده. دیگه میخوایم داده وارد کردن رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیریم. اگه برنامه نویسی پایه 10 بودمان 450 باشه، اون زمان که داشتیم متغیرها رو تعریف میکردیم گفتیم هر متغیر ورودی‌های مختلفی میتونه داشته باشه که یا متنی بود یا عددی بود، که عددی یا صحیح یا اشاری بود و اینا. توی اکسل هم هر کدوم از سلول ها در واقع یه متغیره که اسمشون هم گفتیم تقاضای سطر و ستون میشه و داخل هر کدوم از این سلول ها هم میتونید متن وارد بکنید، هم میتونید عدد وارد کنید صحیح و اشاری، هم میتونید قالب تاریخ وارد بکنید، تاریخ این شکلی وارد بکنید کتاب نشونتون داده، هم زمان، مثلا حالت زمان. ما این یادداشت کتاب هم من بخونم، من روی اکسل در توضیحات رو بهتون بدم. اگه اینجا نگاه بکنید یه نکته یادداشت گفته برای اینکه اکسل اعداد را به صورت رشته در نظر بگیرد باید قبل از عدد مورد نظر یک علامت آپوستروف قرار داد. این نکته و این انواع داده رو الان می‌خوایم توی نرم افزار اکسل ببینیم با هم. خب داخل نرم افزار اکسل رو هر سلولی که کلیک کنیم میتونیم داده وارد کنیم. یه نکته بگم، اینو خیلی خوبه، شاید حس بهتری پیدا کنی نسبت به نرم افزار. اگه نگاه بکنی الان ستون ها از چپ به راسته. مثلا شاید بخوای شما از راست به چپ، فارسی ما از راست به چپ می‌نویسیم دیگه، می‌خوایم سلولامون هم از راست به چپ شروع بشه. برای این کار میریم توی پیج لایاوت، بعد که رفتیم اینجا یه گزینه داره شیت رایت تو لفت، اینو که کلیک بکنیم دیگه ستونای ما از راست به چپ میشه. خب ما میایم اینجا یه مقدار وارد کنیم، مثلا اینجا می‌نویسیم ردیف، اینجا می‌نویسیم نام، اینجا می‌نویسیم نام خانوادگی، اینجا می‌نویسم کد ملی و اینجا می‌نویسم معدل. می‌خوایم انواع داده رو اینجا ببینیم.
گفتیم هر کدوم از این سلولا مثل این متغیر میمونه که اسمشون هم قبلا یاد گرفتیم B، ستون B، اینجا هم 3. خب اینجا رو یه عدد صحیح وارد میکنیم، اینجا رو اسم وارد میکنیم، اسمش چی؟ متن. اینجا هم دوباره متن وارد میکنیم. خب کد ملی رو مثلا 20 اینو وارد میکنیم و معدل هم میزنیم 12 مثلا ممیز 56. خب یه عدد اشاریه، یه عدد از جنس کد ملیه، یه متنه و اینا. خب یه نکته وجود داره، شما احتمالا چون من قبلا مقدار این ستون تغییر دادم این صفرش هستش، بذارید همینجا بیام کد ملی رو بزنم چون شما احتمالا وقتی میخوایم وارد کنیم با چه مشکلی روبرو میشید. اینو میزنید و میرید دفعه میبینید صفر رفت. خب چالش چیه؟ مسئله اینه که اینو در حالت دیفالت اکسل وقتی عدد باش وارد میکنه کلا عدد میبینه، یعنی عدد میبینه و میگه خب این عددم که صفر قبلش معنی نمیده پس بذار خودم حذفش میکنم. برای اینکه بهش بگه آقا این عدد من واقعا کد ملی که یه عددی که 2 تا 4 تا باشه انجام بدیم. عدد یعنی چیزی که شما جمع تفریق ضرب، ولی خب کد ملی در واقع مثل یه اسم میمونه، شماره ثابتی که هر کسی داره. پس برای اینکه این 2 صفر قبلش از بین نره ما چیکار میکنیم؟ ما میایم اینجا یه اولا که صفحه کیبورد حتما باید انگلیسی باشه، کنار اینتر یه علامت حالا کوتیشن یا اون آپوستروف هست میزنم، بعد اینجا میام عدد رو وارد میکنم. اینتر که بزنم دیگه اون صفر پاک نمیشه. پس ما عدد رو دیدیم، عدد اعشاری رو دیدیم، اگه خواستیم صفر قبل از عدد وارد کنیم و متوجه شدیم. متن اینا تاریخ و اینا بشه شکل، زمان هم مثلا میشه 12:56 دقیقه مثلا، حالا این سر ظهره، این میشه زمانمون و تاریخمون. یه روشی داره اکسل که اینو من جلوتر بهش میرسم، الان فقط خواستم انواع داده رو اینجا ببینی، فقط یه اشاره بهش میکنم بعدا مفصل بهت میگم. اونم فرمت سله. فرمت سل در واقع میاد میگه که انواع داده‌ای که هستش از چه جنسی، عددیه، تاریخ، زمان، متن، درصد و سایر مواردی که وجود داره رو حالا جلوتر اگه نیاز شد بهت میگم. فقط حواست هست ما تو هر کدوم از این سلول ها پس یاد گرفتیم هم میتونیم عدد وارد کنیم، هم متن وارد کنیم، هم سایر چیزایی که بعدم یاد میگیره. و از طرفی اگه خواستیم صفر قبل از عدد پاک نشه روششون آپوستروف رو میزنیم، بعدش اون عدد رو وارد میکنیم و اینتر میزنیم. خب برگردیم به کتاب. ما این نکات رو گفتیم. یک کتاب این نکته گفته، حالا من نقد دارم اینجا یه دفعه اومده یاد داشته گفته، شاید خیلی پرکاربردم نباشه، ولی حالا چون کتاب اشاره کردم من سریع اشاره کنم. شما مثلا میخوای اینجا یه کامنتی بنویسی، بعدم یکی این سند رو باز کرد ببین آقا قصه این چی بوده، مثلا میخوای بگی آقا این مثلا یاد دادن زمانه. 2 تا روش داری، یکی این که بیای توی ریویو اینجا توی این تب گزینه نیو کامنت رو بزنی، یه پنجره این شکلی باز میشه برات. میتونی اینجا خواستی هر چیزی تایپ، مثلا اون چون اکانت منم هست مثلا اسمم اینجا انداخته، مثلا میزنم تست، مثلا اینجا یاد دادن مثلا زمان. خب اینجا که اینو ببندم اکن اینجا الان من چیزی نمیبینم، بعد برم اینجا که برم اینو برام من چی دوباره نشون میده. یکی دیگه همین سند باز کنم. این فقط صرفا کارش چیه؟ کامنت گذاریه. مثلا طرف اطلاع پیدا کنه این چیه توی محاسبات فونیت، فقط میگم اطلاع دادم به اون فایلی که قراره بعدم روی فایل اکسل کار بکنم. یک کلید میانبرم داره کتاب بهت گفته. کلید میانبرش چیه؟ اینجا شیفت F2. این اگه کلید شیفت و F2 رو با هم بگیری این پنجره با هم نمایش داده میشه. اینم برای اینکه بدونی قصه چیه. بریم جلوتر. خب پر کردن خودکار یا اتوفیل. این نکته که اینجا کتاب گفته خیلی مهمه، ولی تو فرمول نویسی بهت میگن نوشته در زمان ورود نویسنده ها برای متن توجه داشته باشه اولین نویسه علامت مساوی نباید باشه. یعنی نمیتونی اینجا مثلا میخوای یه چیزی بنویسی مثلا مساوی یه چیزی. دلیلش چیه؟ چون مساوی برای اکسل یعنی فرمول و زمانی که تو مساوی میذاری اون دیگه فکر کنم داره فرمول نویسی میکنه. جلوتر بهت میگم برای اینکه اول فرمول نویسی رو بهت بگم، بعد یه اشاره بکنم که این نکته کتابو شنیده باشید. خب بریم اصل قضیه که اتوفیله. بچه‌ها فرض کنید اینجا ما میخوایم
اسامی افراد مختلف رو وارد کنیم، مثلا 30 تا دانش آموز داریم، خب بعد دونه دونه من بنویسم 1 2 3 4 5، خب خیلی زمانم گرفته میشه. اکسل یه قابلیت داره بهش میگن قابلیت اتوفیل. این به چه شکله؟ روی شما 2 تا رو پر میکنید، هر چند روش دیگه هم داره. مثلا شما میگی آقا 1 رو دادم 2 رو دارم، پس دارم یه دونه زیاد میکنم. این گوشه رو میبینی یه حالت به علاوه پیدا میکنه، که میگیم اینجا یه به علاوه مشکیه. اینو میگیرم میکشم تا هر چند تا خواستم. اینجا خودش برای من چیکار کرد؟ پر کرد. یعنی نیازش من دونه میگم حالت پر کردن خودکار. آیا فقط اینه در این حد؟ نه، حتی شما میتونید منطق داشته باشه. مثال من میخوام اعداد زوج اینجا نمایش بدم، می‌نویسم 2 4. خب الان فهمید احتمالاً بعد 6 کافی اینجوری کنم بیام تا اینجا. نکن خودش اعداد زوج برای من، مثل همون قضیه دنباله میمونه که قبلا یاد گرفتی. پس این یه روش دیگه هم برای اتوفیل هستش، برای پر کردنش، که حالا من بعد یه دوره جامعه اکسل بذارم این نکات خیلی مفصل تر اکسل رو توش یاد بدم. فعلا در حد کتاب یاد بگیری نکاتی که بهت گفتم. پس پر کردن خودکار توی اکسل منظور اینه. برگردیم به کتاب. اگه نگاه بکنی کتاب اینجا مرد مثال زده. مثلا اگه تاریخ داشته باشی و روز هفته داشته باشی خودش اینا رو پر میکنه. فقط چون حالا تاریخ میلادی و انگلیسیه اینا رو مثلا باید انگلیسی و میلادی وارد بکنی. ولی حالا اگه میگم دوره رو من ضبط کنم حتی خودت رو میتونی دنباله تعریف کنی اینجا. یعنی مثلا یه دنباله داره پودمان اول دوم سوم چهارم، هرچند این ممکنه الان اینجا کار بکنه. بذار این اکسل هم من ببینم چون این حالتش که کار میکنه. مثلا کنید می‌نویسم نیازت حتما عدد باشه، کلاس 1 کلاس 2. خب آقا اینجا 1 و 2 دادم، میخوام مثلا 10 تا کلاس دارم، میام تو کلاس 10. خودش برام این تشخیص میده که اینا اعدادن. حتی بیام حالا این قسمتش هم ببینیم اینا اگه نشه میشه یه جوری تعریفش کنید، زرا اون دیگه حالت ادوانس پیشرفته میشه. فکر کنم اینم متوجه بشه، مطمئن نیستم. ببینم اینجوری متوجه میشه. نه اینو متوجه نمیشه. اینا رو از اون چیزایی که حالت ادوانسشون میتونید تعریف کنید. کلاس الف به جیم داره خودش مثلا تا انتها برات بره، یه بار تعریف می‌کنید که هر موقع اینو تعریف خوشی مثلا پودمان اول و سوم می‌خوای یه بار تعریف کنی اینجا کشیدی خودش 5 تا نشون بده. یه ذره روش. ولی پر کردن خودکار قابلیتی که خیلی تو اکسل به ما کمک میکنه زمانمون صرفه‌جویی بشه. برگردیم به کتاب. خب بریم سراغ وارد کردن داده که بحث بعدی کتابمون هست. گفته آقا این جدول رو توی کتاب درستش کن، توی اون اکسل درست جدول کتاب داخلی اکسل درست کن. یا به این کار میگن این اصطلاحات تخصصی هم یاد بگیرید. فرد روزی میخواین یه کار پیدا کنید، میگه مثلا اون دنبال یه فردی میگن دیتا انتری بکنه، کارش ورود داده باشه. تو اینو شنیدی میفهمی که آقا پس من برای اونجا احتمالاً اونجا داده وارد بکنم. اکسل هم بلدی میتونی توسعه بدی که حالا الان داره حرفه‌ای‌تر میشه. خب بذار بریم سراغ وارد کردن این. من همه اینو وارد نمی‌کنم، چند تاشو به عنوان نمونه وارد می‌کنم. حالا استایل دهیش و اینا رو کم کم یاد میگیره. هرچند این کتاب اومده این اکسل رو تبدیل به جدول، این داده رو تبدیل به جدول کرده. جدول رو جلوتر میگیم بهتون این که ببینی حالا این شکلی، ولی ما با یه روش استایل خودمون میگیم. خب من یه کتاب رو ببینم. اگه نگاه بکنید اینجا یه سری اطلاعات هست، مثلا ردیف نام خانوادگی، کد معدل، کد ملیه و محل صدور، تاریخ ثبت نام، ساعت ثبت نامه و موارد دیگه، رشتهشه، شهریشه. الان چون این کتاب اینو گفته دیگه من میخوام یه نکته بگم. اینجا رو نگاه بکن، شما هم اینجا میتونید داده وارد کنید هم اینجا. به این قسمت هم اینجا ما معمولا فرمول نویسی انجام میدیم، ولی داده هم میتونیم اینجا وارد کنیم. اونجا درست کردم اینجا هم درست شد. خب این هم مثلا زمان ثبت نام دیگه. من میخوام با توجه به کتاب اینو گفته فرمت سل رو بهش بگم. اینو پاکش کنیم. خب قبول داری کلا این ردیف من قراره توش چی وارد بشه؟ عدد وارد بشه. 1 2 3 4. اصلا بیا من اینو بکشم پایین. بچه‌ها اگه یه عدد ثابت باشه بکشی پایین فقط اون رو تکرارش میکنه.
اگه میخواین ادامه داشته باشه، حالا روشی من بهت گفتم، یه بعدی رو وارد کن بعد بکش پایین. مثلا الان 11 تا دیگه هم بریم تا مثلا 15 تا. خب یا 13 تا. اینجا الان ما اینو وارد کردیم، اینجا اسم افراد رو وارد میکنیم. این از چه جنسی؟ از جنس عدده. پس میام کلیک راست میکنم، فرمت سل رو میزنم، اینجا میام جنسش از نوع عدد جنرال، یعنی کلا چیز معقولی، مثلا عدد باشه خودت میفهمه، عدد متن باشه خودش تشخیص میده. اما اگه میخوای بهش تاکید کنی آقا من اینجا فقط دارم عدد وارد میکنم، عددم اعشار نداره، بچه نکنین این اعشار رو جدا میکنه. اینو که کلیک بکنی مثلا آقا اگه تعداد عددت مقدار عدد بزرگ باشه 1000 2000 3000 باشه یا مثلا 1 میلیون باشه، خودش سه رقم برات 1000 تا جدا میکنه. خب اینو بهش گفتم این عدده. خب فهمید این چه جنسی، این دوتا چه جنسی هن. انتخابشون میکنیم، میری فرمت سل. اینا برای چی دارم بهت میگم؟ برای اینکه خودت بیای بهش بگی که آقا من اینجا دارم متن وارد میکنم، این کارو دقیق تر میکنه، جلوتر قشنگ میبینی. این چه جنسی؟ کد ملی هم قاعد جنس متن دیگه، در واقع متنه. چرا؟ چون این چیزی نیست که ما میخوایم حساب کتابش انجام بدیم. پس اینم میذاریم روی متن. یا خب دیگه اگه متن بذاری دیگه اصلا آپاستروف هم نمیخواد بذاره. خب یا بدون آپاستروف هم این خودش صفر رو حذف نمیکنه. دارم کار دقیق میکنم از این جنسه. خب معدل من اینجا خب یه عدده که از جنس اعشاری، پس میشه نامبر اعشاری 2 رقم، مثلا میگم 75 سلام 14 هرچی 3 رقم هم انقدر گنده نیست که من بخوام 3 رقم جداش کنم. پس اینو که بزنم چه اتفاقی میفته؟ مثلا من اینجا کسی 17 بشه 17 2 0 یعنی اعشار نداره، من میتونم 2 رقم اعشارم بهش بدم. خب اینم پس فرمت سل کد ملی هم من اینجا تکراری نمیشه، من حذفش کنم و حذف کردن اضافه کردن جلوتر بهت میگم. محل صدور مثلا تهرانه. خب این چیز من هنوز مونده، این مثلا کامنت و اینا. این از چه جنسی میشه؟ جنس متن میشه. اون قسمت انتخابش میکنم، فرمت سل و اینو متنش میکنم. خب تاریخ ثبت نام از چه جنسیه؟ از جنس دیت، تاریخ دیگه. پس میرم فرمت سل، اینو از جنس دیتش میکنم. یه ذره اینجا هم به توضیح بدم. دیت که میکنی اینجا، اگه حالا اینو لوکیشن رو فارسی بذاری رو پرشین ایران، میتونی تقویم شمسی هم اینجا چیکار کنی؟ اضافه بکنی. اینو بزنی تقویم پرشین که بذاری، اینو پرشین، اینم پرشین بذار، تقویم فارسی میشه، تقویم اصطلاحاً شمسی میشه. اوکی میکنم. چه اتفاقی میفته؟ من میام اینجا میزنم 1400 مثلا 4 و 12. خب این الان البته این روش درست وارد کردنشه. روش درست کردنش معمولا یه سری چیزاست که میگن حالات پیشرفته است، من خودم این شکلی وارد میکنم. یه سری تقویم‌های اصطلاحاً استانداردی هست که حالا افزون است، خریداری میتونید بکنید و اینا. میگم خب بحث پیشرفته شه. بعد من اگه این کارو انجام بدم میام توی فرمت سل هم میخوام تاریخ این شکلی وارد نشه. اگه این قسمت رو متوجه میشی نگران نباش، همون فرمت سلی که دارم فرمت میگیرم ببین یه ذره به گوشت بخوره جلوتر. خب بالاخره نمیتونی از یه دفعه همه ادوانس اکسل رو یاد بگیری، به گوشت بخوره کم کم یاد میگیری. من اینجا که اومدم تاریخ رو وارد کردم میتونم بجای که این شکلی باشه فرمتش رو این شکلی بکنم، یعنی روز هفته، حالا چند دومه، اسم و ماه این شکلی کنم. اوکی که بزنم خودش میگه آقا این 18/4 یه چهارشنبه روزیه 18 حالا مثلا برای اینکه ببینی من دوباره با این روش میگم، حالا شاید برای این روش عجیب باشه، این ندونی این چیه، یه تقویمی که حالا هفتهش من گرفتم. خب چی کار کردم؟ اینو گوشتم 18 اما این میخوام پر کردن خودکار رو ببینی ها. خودش داره یه روز میاد عقب نکن. حتی این نسبت هم حفظ کرد، اولی رو گذاشت این حالت دوم، این خودش خودکار متوجه شد، من چیزی نگفتم. پس خودکار پر کردن توی تاریخ هم داری. این افزونه و اینا اگه نمیدونی چیه نگران نباش، فعلا لازم نداری. خب اینجا بریم ساعت هم بهت نشون بدم. فرمت سه ما چیز داریم تایم، ایناش اینجا رو نگاه بکن. اینجا اگه بگم این حالتش تایمه،
اوکی که بکنم، بذار نوعش هم بگم آقا من تایمم نمیخوام ثانیه اینا وارد کنم، میخوام فقط ساعت وارد بکنم. میخوام مثلا بهش بگم 1.5 مثلا بعد از اون این شکلی بنویسم. پس من اینجا اگه بنویسم 1/30 خودش میگه آقا 1.30 که قبل از اون. اگه بنویسم 13/20 خودش میگه 1:20 دقیقه بعد از اون. فقط من باید درست وارد کنم. وارد کردنش ساعت رو مینویسم 2 دقیقه. خودش بر اساس اینکه حالا مثلا اگه میتونم به جای اینکه این شکلی باشه مثلا کامل نشون بده، اصلا کافیه برم اینجا فرمت سل، اینجا رو نگاه کن، اینجا داره عدد کامل نشون میده دیگه، پی ام و اینا نداره، فقط ثانیه‌اش احتمالاً 0 میده، چون من ثانیه بهش نگفتم. اگه میخوام ثانیه هم بهش بگم حتی ثانیه هم میتونم بهش بگم الان، یا خودش ثانیه‌اش هم انداخت. پس وارد کردن ساعتم الان دیدم که میتونم ساعتم وارد کنم. خب این زمان ثبت نام ساعت ثبت نام یکیه. پس آقا بیایم اینجا دوباره تو کتاب، ما فهمیدیم که الان این از جنس عددیه و میتونم عدد تعریف کنم تو اکسل. متن شماره شناسنامه رو فهمیدم، صفرش چجوری با متن کردن یا ما با ظروف محل صدور که متن تاریخ رو یه ذره باش یاد گرفتن کار کردن. یه دونه اون شهری است، مثلا من شهری هم بهت بگم چون پولم خیلی برات کاربرد داره، بذار اینو عوضش بکنم شهریه. خب تو حسابداری خیلی کاربرد داره. مثلا طرف چه میدونم 2 میلیون تومان شهریه داده، حالا شهریه چجوری این عدد رو میزنیم، میخوایم اینو یه ریال خود وقتی عدد رو تایپ کردم من فقط عدد رو تایپ کنم، خودش یه ریال یا تومن یا ریال پشتش بندازه و سه رقم هم جدا بکنه دیگه، من نخوام این کار رو انجام بدم. پس میگم آقا این از جنس پوله، میام اینجا این ستون که وارد میکنم از جنسیه چیه؟ کارنسیه یا پوله. رقم اشار داره، مثلا ما میخوایم بگیم که 2 قرون، خب نمیخوام که بگیم پس چی؟ اینو صفرش میکنیم. واحد پولمون چیه؟ ریاله. مثلا میایم ریال رو پیدا میکنیم، ایناش اینجاست. اینو باید بگردید بچه ها اینجا، ولی الان براتون پیداش میکنم من. همینجا هست، اینجاست. نما کنید نوشته پرشین ایران ریال. بعد میگه آقا چه شکلی میخوام نمایش بدم، میگم آقا این ریاله بیفته پشت سر اون عدده. اوکی که میکنم ریال رو انداخت، سه رقم برای من چیکار کرد؟ جدا کرد. برای اینکه متوجه بشی الان اینجا می‌نویسم مثلا بدون اینکه کاری انجام بدم خودش برای من سه رقم جدا میکنه، ریالم پشتش میندازه. چرا؟ چون من تعریف کردم این سلول ها رو قرار توش مقدار مبلغی وارد بکنم، نیاز خودم اینا رو تایپ کنم سه رقم جدا کنم. پس اینو یاد گرفتید. شاید بگید که آقا چرا مثلا این حالا فرمتش و اینا رو که احتمالاً میدونی، ولی بچه‌ها این شاید علامتایی که اینجاست براتون سوال باشه، اینو جلوتر بهش میرسیم. علامت این حالت باز شدن فیلتر بهش میگن. ما جلوتر اینو وقتی خواستیم جدول بهتون بگیم کامل بهش میرسید. پس یه کلیتی از کار با فرمت سل رو یاد گرفتید. ادامه کتاب یه نکته گفته تاریخ واحد پول علامت ممیز وابسته به تنظیمات منطقه‌ای ویندوز. اگه نگاه بکنی اینجا مثلا ممیز رو داره با این علامت نشون میده، حالا اینجا داره ریال نشون میده یا زمان و این شکلی و اینا رو میشه رو ستینگ یا کنترل پنل ویندوز تغییر داد. که حالا چه شکلی میشه تغییر، خیلی واردش نمیشم چون خیلیش نیاز نباشه، فقط حواست باشه اگه رفتی مثلا یه ویندوز دیگه علامتش متفاوته، یعنی دلیلش اینه که اون تنظیمات کنترل پنل ویندوز این علامت متفاوته، خیلی پیچیده هم نیست. حالا برای اینکه این نکته اضافه هم گفته باشم اینو بهت میگم. خب این نکته اضافه هم بهت بگم که اگه خواستی تغییر بدی برای این کار که بخوایم مثلا این نکته کتاب که در واقع که گفته وابسته به ویندوز منظورش چیه؟ منظورش میگه اگه برید تو کنترل پنل ویندوز تو قسمت ریژن اینجا بیاد بالا تو این قسمت ادیشنال ستینگ رو که بزنی اینجا میتونی سه رقم تعیین کنی اون علامت چه شکلی باشه. اینجا قابل مثلا به جایی که اشار این شکلی جدا باشه چه میدونم با ممیز جدا باشه، همین قابل تغییر دادن اصطلاحاً اختصاصی یا کاستومایز کردن. ولی من تغییرش نمیدم، اینو گفتم که به عنوان نکته اضافهشون کتاب اشاره کرده بهت گفته باشم. بریم دوباره سراغ کتاب. خب ما این نکته کتابم که گفتیم بریم سراغ قالب بندی سلول. قالب بندی سلول
یا ایجاد تمپلیت بیشتر کتاب مد نظرشه، ما این کارگاه 3 رو داریم. من تو این کارگاه 3 سعی می‌کنم این نکته که کتاب بهت گفته که اگه الان نگاه کنید اینجا اسمه از طول این سلول اون بیشتره، برای اینکه اندازش بشه باید چی کار بکنی؟ یه دونه نکته رو بگم بعدش بریم سراغ طراحی این کارنامه که این نکته که تمام کامل گفته باشم. مثلا اینجا من اسمشو طولانی کنم، مثلا اکبری مثلا، یه حالا فرض کنید ادامه‌ای داره. خب اینو که بزنم اینجا برای من نصفه میاره، برای اینکه این کامل باشه کافی اینجا نکنید میرم روش حالت این شکلی بدم و 2 بار کلیک بکنید خودش اندازه اون سلول رو میکنه و اندازه ارزش رو میکنه به اندازه که کامل اون بزرگترین محتوا توش جا بشه. اینم برای اینکه این نکته کتاب رو بهت گفته باشم. میریم یه فعالیت بسیار جدی داریم ما هم، اونم طراحی این کارنامه توی اکسل. خب میخوایم شروع کنیم با هم این جدول رو ایجاد بکنیم. اینجا رو نگاه کن. اولین کاری که هر موقع یه جدولی بهت دادن، ممکنه بریم یه پروژه‌ای بگیری بگی آقا من میخوام اینو در بیارم، یه عکس بهت میده میگه من میخوام اینو در بیارم. اولین کاری که میخوای تو اکسل انجام بدی این که باید تعداد ستون بشماری. یه نکته بگم قبلش اصلا بفهمید چرا میخوای این کارو انجام بدی، چرا میخوایم این عکس رو بیاریم داخل اکسل. چون ناکن بچه ما الان نمیتونیم تو این عکسی که داده وارد کنیم، اما اگه این بیاد تو اکسل ما میتونیم تو هر کدوم از این سلول ها داده وارد کنیم. پس میخوایم عین همین رو توی اکسل پیاده کنیم. برای این کار اول باید ستون بشماریم. این نکته رو خوب گوش کن. اگه تو اومدی اینجا مثلا عرض این ستون رو زیاد کردی، کل ردیف های این ستون ارزش زیاد میشه تو اکسل. پس باید ابتدا اون ستونایی که زیر هم قراره باید بگیره و ارزشون یکیه رو در بیاری. پس این ردیف اول من که ناکن ستونای مختلفش اندازهای مختلف داره رو کاری ندارم. کجا کلن زیر هم؟ اینجا. پس این یه ستونمه، میام اینجا این اولی مثلا این ستون خالیمو در نظر بگیم، میام یه دونه اینورتر یه ذره میام پایینتر که این برای اینجا داشته باشم. اگه بندازم اینجا قشنگ میتونی ببینی، اگه دقت کنی تقریبا من باید از اینجا شروع کنم. اگه میخوام عین این کتاب در بیاد از اینجا باید شروع کنم. اینجا می‌نویسم ردیف، عرض این ردیف هم چقدره، مثلا اینقدره، رنگش این شکلی چجوری باید بکنم بهت میگم، نگران نباش. الان فقط خوب یاد بگیر که باید چیکار کنی، چون اگه این کارو نکنی آخرش اینو نمیتونی در بیاری، هی به هم میریزه، چون اصلا یه سری نکات داره که در بودنشو خیلی پیچیده میکنه. این کد درس هم نگاه کن زیر همه، پس اینم می‌نویسم کد درس. حواسم هست که این ستون سیم برای کد درسه. خب اینجا باید یه نکته بهت بگم خیلی مهمه. اگه دقت بکنی اینجا نمیتونم اینو بکشم، چون اگه بخوام بکشم این دیگه بالایی به هم میریزه. باید بیام از یه روشی استفاده کنم بهش میگن مرج کردن یا ادغام کردن دو تا سلول. چیه؟ زمانی که میخوایم عرض دو تا سلول رو با هم ترکیب کنیم تا یه دونه سلول عریض‌تر یا با طول بیشتری داشته باشیم، هر چند تا سلولی که خواستیم انتخاب میکنیم، میایم تو تب هوم روی مرج سل کلیک میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ این سه تا سلول با هم میشن یه دونه سلول عریض. پس دقت کن، یه دفعه دیگه بهت میام، اون سه تا سلول انتخاب میکنی، مرج سل رو میزنی. وقتی اینو زدی اگه خواستی به حالت اولیه برگردونی دوباره همون سلول انتخاب میکنی، آن مرج رو میزنی، برمیگرده همون حالت اولیه. پس اینجا وقتی من نگاه میکنم تقریبا ارزش سه تا سلول رو انتخاب میکنم، روی گزینه چی کلیک میکنم؟ مرج سل. خب اینم برام ایجاد شد. بعد میام واحد من یه ذره ارزش کمتره، پس اینم خود کم ارزش کم میکنم، میزنم واحد، اینجا میزنم نام درس پرانتز باز عمومی و پایه، اینجا میزنم نمره نهایی. خب پس این ردیف های من اینجا شد. یه نکات مونده هنوز بهت نگفتم. مثلا اگه نگاه بکنی فقط این ردیف من درست شده، پایینی ها درست نشده. برای اینکه پایینی ها درست بشه وقتی فرمت یکی رو ایجاد کردم، یعنی
مرج کردنش رو اوکی کردم، اون قسمت انتخاب میکنم، میام تا اونجایی که باید درست بشه. من تقریبا تا کجا باید درست بشه؟ تا اینجا. نگاه کن، اگه دقت کنید تا اینجا باید همه فرمتش این شکلی باشه. پس اینو کلیک میکنم، میام اینجا یه پیست اسپیشیال میزنم فرمتینگ. اگه الان بزنم نگاه کن چی میشه. کلن این سلولای من، این ردیفای من عین همین حالت پیدا میکنه. دیگه پایینیاش هم اینطوری نیست چون نیازم ندارم، بعدم درست میکنم. فقط کافی که اینو بگیرم، میام 9 تا پایین میشه تقریبا اینجا اتوفیلم بزنم. چرا من دارم این کار انجام میدم؟ دیگه 3 هم حتی میتونم نزنم. اینو بگیرم تا 9 بیام پایین. لایشو پاک کنیم. خب برای اینکه اصل کار درست کردن ستونه، میام یه ذره ارتفاع اینم کم میکنم شبیه این. خب دوباره همینجا اینو باید تکرار کنم. انگار تعداد شمارش هم خیلی درست نبوده. اشکالی هم نداره، مشکلی پیش نمیاد. الان میتونم اضافهش کنم. دوباره ردیف فقط اینجا مثلا دانش شایستگی فنی غیر فنی، شایستگی فنی و غیر فنی. این پایه هم پاکش میکنم. الان چه اتفاقی افتاد؟ اینجا بعد 1 2 تا 5 دیگه اتوفیل رو نزدم. فقط نکته که هستش اینجا من فرمتم درست است. پس اون ردیفی که باید فرمتش درست شه رو دوباره انتخاب میکنم. اینجا رو میام پیست فرمتینگ میکنم، پیست اسپیشیال فرمتینگ. خب الان اگه نگاه بکنی این دوتا قسمت من علاوه ستونی درست شده، یعنی انگار من این دوتا قسمت ساختم. رنگش و اینا میخوام درست کنم، جلوتر بهت میگم. الان فعلا ستونامو درست کنم. خب یه ستون دارم اینجاست که با عرض کم. پس میام این ستونم هم درست میکنم. حالا میرم سراغ ستون بعدیم. اینجا یه نکته خیلی سخت داره واقعا این قسمت از کتاب. نکتهش اگه بخوای عین اینو در بیاری کار سخت داره. چرا؟ چون اگه نگاه بکنید تعداد ستون جدول بالا پایین ما فرق میکنه. نگاه کن اینجا 1 2 3 4 5 6 تا داری، اینجا 6 تاست. اینجا نگاه کن 1 2 3 4 5 6 7 تاست. یعنی تو باید یه کاری بکنی که این 6 تا ستون بالا و 7 تا ستون پایین در واقع یک اندازه باشه. برای این کار چیکار می‌کنیم؟ میایم 7 تا میشماریم. خب عدد بزرگ تعداد ستون حداقل باید 7 تا باشه. پس میگیم 1 2 3 4 5 6 7. اگه دقت کنید نمره سالانه و نتیجه جفتش تو یه ستونه. پس اول این ستون اینور میزنم، اون ستونایی که اصطلاحاً زیر همه. بعد نگاه میکنم، میام میگم از همون جایی که قرار شروع کنم اینجاست دیگه. اینجا 1 2 3 4 میکنم. اینجا 1 2 3 4 رو میزنم. 2 3 4 اینم 5. خب اینم نمره سالانه نتیجه‌مه دیگه. نگران نباشی، این مرج کردن اینا رو الان بهت میگم این درست میشه. اگه دقت کنی این با ردیف بالایش یه سلول شده. پس این دوتا رو میگیرم مثل قبل. بچه‌ها مرج کردن فقط تو ردیف نیست، تو ستون هم میتونی شما مرج کنی. اینا رو مرج میکنم، اینو میگیرم مرج میکنم، اینو میگیرم مرج میکنم. خب اگه الان نگاه کنید بعدش میگه آقا این چرا پایینه؟ کاری نداره، وسط چین کردن اینو رو بلدی. اینو میزنی وسط، اینم میفته وسط. اصلا اگه خواستی من یه پیشنهاد میدم همون اولش 2 تا کار بکنید. یه کنترل آ بگیرید کلا. خب چون الان همه چی وسطه دیگه. کلا این 2 تا دکمه یه بار بزنید تا همه چی بیاد وسط. کلا فونتت هم کلا بی‌نازنین کن تا از این بعد هر چی نوشتی فونت بی‌نازنین باشه دیگه. نخوای هی 2 دقیقه تغییرش بدی. الان این اوکی شده. خب حالا من برای اینکه یه ذره کارم تمیزتر بشه رنگشو اونو انتخاب میکنم. حالا رنگ تقریبا این شکلیه، این آبیه، این حالتی. رنگ جدولم یکی میکنم که بتونم در بیارم. خب انتخاب کردم، روی این گزینه زدم، نکته خاصی نداره. برای اینکه این ورم هم درست بشه این ورم این کار انجام بدم و اینجا. خب اگه دقت کنیم ما خیلی از کار رو جلو بردیم. فقط مونده اون چالش اصلیم. چالش اصلیم چیه؟ اینجا کلا یه دونه پودمان نشه. اینجا در واقع یه سله. پس کلا انتخابش میکنم، مرج میکنم. اینجا می‌نویسم چی؟ پودمان. نکن چون یه دفعه فونت همشو بی‌نازنین کردم دیگه کلا بی‌نازنین شده. مثلا بنویسم فونت بی‌نازنین بنویسه. اینجا نکن. خب این الان اوکی شده. ما تقریبا اینو ایجادش کردیم. مونده اینجا نگاه کن. ما 2 تا سلول اگه بگیریم اینجا 3 تاست. چی کار میکنم؟
برای اینکه یه ذره بهتر بشه، من میام این پایانی و مستمره هستش که اینجاست، یه ذره این پایانیه رو ارزش رو بیشتر میکنم. یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو در واقع این دوتا رو با هم 4 و 5 رو با هم یه دونه پایانی میگیرم. این بچه ها عکس نمیشه عین این در آورد. چرا؟ چون اینجا دیگه اکسل دست پای اگه من اینو تغییرش بدم پایینی من به هم میریزه، ولی یه ذره من میام که این پایینی من به هم میریزه، ولی من میام یه ذره عرض این ستونا رو اگه کم کنم، توصیه اینه که یه ذره این عرض اینا رو کم کنید. این بالا نکن نمیشه 55 54 مثلا همه‌شو بذار رو 30 به نظر من. اگه میخواید مثلا نهایتا 40 بذار. اینجا رو نگاه کن، اینجا هم بزنم رو 40. اینا باعث میشه که این تغییر بالایی خیلی به چشم نیاد که آقا مثلا این 4 و 5 داشت، چون ارتفاع عرض کمه خیلی به چشم نمیاد. اینم میکنمش خاصی یه خورده مثلا کمتر بگم، البته بهتره که اندازه باشه که خیلی اون تو ذوق نظر اصطلاحا. الان این مستمرمه، این پایانیمه، درسته؟ اینم میگیرم مستمرش میکنم، مستمر. بچه اینجا هیچ نکته خاصی نداره، اینجا صرفا یه ذره باید با این عرض این ستونا تغییر ایجاد بکنی طوری که کاربر که میمونه احساس کنه مثلا یه جوری منظمه، و یا نه خیلی نکته خاصی نداره فکر کنی مثلا حالا چیکار کنیم عین اون در. خب طبیعتا وقتی این 7 ستونه این 6 تا نمیشه عین هم زیر هم در بیاد، چون اینجا تصویر بوده کتاب درست کرده. تو اکسل شما عرض ستونات محدودیت داره، یکی رو تغییر کل عرض تغییر پیدا میکنه. این دوتا با هم یکی میکنمش مرج میکنم نوبت اول اینا با هم مرج میکنم نوبت دوم. خب کلا برای اینکه بخوام هر کدوم از سلول ها، ملاحظاتم یه ستونه که الان درستش میکنیم میذاریم اینورتر، کلا بخوام کل سلول ها یه دونه اصطلاحاً همشون بوردر داشته باشن، انتخاب میکنم اونایی که میخوام بوردر داشته باشن این رو دکمه میزنم، اینجا آل بوردر میزنم، تموم میشه. اینجا مثلا میخوام کلا این تا چند تاست 5 تاست، اینجا هم همینو میزنم یه آل بوردر میزنم، برای اینم همین اینو میزنم و برای اینم همینو میزنم. خب شاید بعضیاتون میگید آقا مثلا اینجا اگه نگاه بکنید اینا با هم از یه ارتفاع شروع شدن شما آوردی پایین. بذار من چک کنم ببینم چرا اینطوری شده. دلیلش اینه که این دوتا با هم نگاه کن ارتفاعش هم بیشتره، دوتا در واقع یه سلول، پس من باید بیام اینجا اینو مرجش کنم، اینو بیام اینجا مرج کنم، اینجا بیام کلا این 6 تا رو با هم در واقع مرج کنم، مرج رو بزنم، اینم یه مرج دیگه، اینم یه مرج دیگه. خب قبول دارید؟ اگر میخوای درست بشه گفتم دیگه یاد دادم اینو میزنی، میخوای این کادر داشته باشه مثلا همش آل بوردر رو میزنی. الان این تقریبا عین مال کتاب شد، ما اینجا رو کامل درآوردیم. اگر دقت کنید دیگه خیلی به چشم نمیاد حالا مستمر و پایانیش شبیه، فقط دقت کنید خیلی مهمه. الان اینا یه سلوله، این یه سلول ولی اون پایانی دوتاست، اینا اشتباهه. این دوتا رو ما باید با هم مرج کنیم برای اینکه تا پایین هم ایجاد بشه نفهم. اینو کپی میکنیم میایم اینجا کلا چیکار میکنیم روی فرمتینگ میزنیم. الان اینم درست شد. خب پس ما الان تقریبا این جدول ایجاد کردیم. حالا نمیگم در حد خوبی هم شبیه هم شده، میگم با توجه به محدودیت اکسل خیلی عالیه. حالا تنها کاری که مونده انجام بدیم این ردیف بالا و این ردیف پایینه. برای ردیف بالا اینجا تقریبا تصویرمون میشه که ما اینو اگه در نظر بگیریم مثلا محدوده تصویرمون اینجا 1 2 3 4 تا سلول اینجا داریم، 4 تا هم جلوش داریم که این 4 تا با هم مرج شده ارزش بیشتره. پس من در واقع یه حالت این شکلی دارم 4 تایی. خب میام اینجا رو مثلا یه کپی میزنم، میام این 4 تا رو چیکار میکنم مرجش میکنم. یه نکته داره شاید بعضیاتون بگید آقا اینجا یه فاصله ای داره شما فاصله رو رعایت نکنید. الان بهت میگم مشکل تو ردیف هیچ مشکلی نداریم از این جهت. به هم
هم ریخت. خب اینجا یه دفعه دیگه بزنم، نگران نباشید. سلکت کنم دوباره، کپی رو میزنم، میام اینجا اسپشیال، اینم فرمتینگ. خب حالا این فاصله رو، این عکس من کجا رفت؟ خب ایناش نگاه کن. برای اینکه این فاصله ای که اینجا هستش یه ردیف دیگه، کافیه یه دونه اینجا نکنم بچه ردیف اضافه کردن. اون ردیفی که میخوایم اضافه کنیم رو سلکت میکنیم، یه دونه اینزرت میزنیم. الان یه ردیف اینجا اضافه میشه دیگه، مشکلی نداره. نکنم بچه تنها محدودیتی که اکسل داره بحث چیه؟ بحث ارتفاع ستون هاست. خب اینجا رو نگاه کن. الان این میشه مثلا این دوتا رو با هم مرجش کنم. اگه خواستم بالا هم اضافه کنم، یه فاصله به بالا هم بدم، همین یه دونه اینزرت اینجا میزنم، هیچ مشکلی نداره. الان من این 4 تا رو اینجا ایجاد کردم برای اینکه ببینی اینهاش. اینجا میزنم چی؟ اداره کل منطقه آموزشگاه سال تحصیلی. خب شاید بعضیتون بگید آقا اینجا دیگه بین داخل هر سلول کادر نداره، دورش کادر داره، پس میام اینجا فقط چی رو میزنم؟ دورش میگم کادر داشته باشه، تموم شد. خب تو مرحله بعد میخوایم این تصویر رو ایجاد کنیم. میام اینجا تقریبا ما یه دونه اینجا رو میگیریم، این ستا رو با هم میگیریم. یعنی چی؟ یعنی این ستا رو میکنم یه سلول، یعنی که این فاصله هم اینجا باشه، اینجا رو مرج میکنم، بعد کنترل C میام اینجا و فرمتینگ رو میزنم. خب الان نگاه کن، اینجا تقریبا میشه اون چیزی که من میخواستم. شاید بعضیتون میگه این فاصله اینجا کمتره بیشتره. من میتونم الان این فاصله هم کمش کنم. نکن اینجا میام فاصله رو کمش میکنم، خیلی آسیب نمیاد فونتشو، ولی خب من به خاطر اینکه این پایینم خیلی تغییر پیدا نکنه میام همین نگهش میدم، حالا فاصله کم میکنم. یعنی و این دقت میگم این چون اکسل اون عکسی در متفاوت هست. خب حتی شاید مثلا به این جمع‌بندی برسم که اینجا رو انجام بدم. فعلا دیگه بیشتر از این نمیخوام تغییر بدم، گفتم ولش کن دیگه. اینم از این. خب این میشه شاخه، این میشه رشته و اینم میشه پایه. دو نقطه اینم بذارم که درست شد. خب این الان این دوتا رو ایجاد کردم، میمونه اینجا هم یه فاصله فرض کنم اینجا دادم، میام اینجا نام. خب من این سه تا با هم مرج میکنم یا میتونم این دوتا رو مرج کنم، بستگی داره که چجوری بخواید. فکر کنم این سه تا رو مرج کنم تمیزتر، البته همین دوتا کافیه. نه اینم مرج، اینم کپی. خب میام اینجا و پیست اسپشیال و کافیه که اینها رو بزنم و بیام اینجا نام خانوادگی، اینم نام پدر و اینم کد ملی. اگه میخواستی این فاصله ها یکی بشه، این همون ابتدا ستون شماره، اینم باید در نظر میگرفتی. من هم ابتدا در نظر گرفتم دیگه، گفتم این پایین داره، ولی اینم خیلی مشکلی برای من ایجاد نکرده. نگران نباش، اصل اینه که این اکسل ایجاد بشه بتونی وارد کنی. خواستی مثلا بعدا میتونی این تغییرات رو خودت مثلا در نظر بگیری. خواستی طراحی کنی تو اصلا اون ردیف بالا اون ستونا رو حساب کنی، یه جوری مرج کن که تمیزتر در. مطمئنم که شما بعضی از بچه‌ها خیلی بهتر از منم شاید بتونین کار رو انجام بدید. خب یه نکته دیگه بگم، بالا ایجاد کردم. این نکته شاید یه ذره پیشرفته ایه. اینو فکر کنم بهت نگفتم، یعنی یه لحظه خودم دیگه اینو بگم چون یه لحظه شک کردم این ردیف رو بهت گفتم یا نه. نگاه کن الان کتاب اگه نگاه کنین ردیف رو افقی زده. برای اینکه افقی بشه روی سلول کلیک میکنم، این رو به این شکل قرار میدم، rotate text up. بقیه حالتش هم میتونیم ببینید، حالتهای مختلفی که میتونیم متن تو سلول بدیم که صاف نوشته بشه به حالتی که اینم همین کارو باهاش انجام میدم تا اینم درست بشه. میمونه این دوتا عکس این ور اون ور. یه پیشنهاد این پایین رو ایجاد کنم بعد عکسم بهت بگم با من نکته آخر رو این ضبط رو تمامش کنم. خب این که خیلی نکته خاصی نداره، 4 تا سلول عکس شده. اینم که میشه قبولی،
این دوتا هم که حالا کاش یه دونه هم بیارم پایین تر اینجا بزنم، این دوتا رو با هم مرجش کنم، بنویسم تعداد واحد درسی، اینجا هم بیارم اخذ شدهشم که نوشیم، فقط بیام اینجا دوتا رو این حالت انجام بدم و بیام اینجا به این شکل آل بوردر رو بزنم. خب اینجاست. تو مرحله بعد باید چی کار کنیم؟ باید بیایم اینجا هم که میبینی یه ذره اینجا بزنیم، اینم بزنیم که کامل درست شه. خب اینجا جمع نمرات و معدل سال. حدود سلولی که مثلا احساس میکنم بهتره، مثلا خیلی تغییری بهش ایجاد نمیشه، مثلا میتونم دوتا رو یکی کنم، مرجش کنم، این دوتا پایینم مرج کنم، حالا اینجا رو مثلا بنویسم جمع نمرات دیگه. اینجا بزرگ و کوچیک کردن هر ردیف دیگه بلدی، میام خودتون شاید بعضیا خیلی تمیزتر از من مثلا در بیارید. من کلیتشو بهت گفتم دیگه، حالا جزئی کاریشو که چقدر ظریف کاری اینا کنید معمولا توی خانواده متفاوته، حالا هر چقدر دوست داشتی میتونه با دقت و ظرافت بیشتر در بیارید. اینم از این قسمت. حالا مثلا من اینجا میتونستم اگه خود تمیزترم روش بهت میگم، اما اگه نگاه بکنی مثلا کار تمیزتر بخوای انجام بدی، من خودم خیلی میگم دنبال این چیز نیستم، مثلا اگه این دوتا رو بیایم مرج کنیم پایین بالا، بعد بیا اینا رو مرج کن، بعد بیا اینا رو یه دونه این حالت این شکلی بزن، مثلا یه شاید یه ذره تمیزتر بشه. میگم بستگی به حال و حوصله و وقتی که میخوای بذاری، خیلی این چیزا اهمیتی نداره، مهم اینه که بتونی این جدول رو تمیز در بیاری. خب اینجا من میزنم، اینجا رو دقت کن، بعضی میگن کلا اینجا رو مرج میکنن، نه اینجا نکن، یه سلول اینجا دارم قرار داده وارد بشه، اینجا یه سلوله، اینجا یه سلوله، دقت کن این سوتیو ندی، اون مسئول ثبت نمرات. خب دو نقطه، این میشه سلولی که قرار نمرات رو وارد کنه، این میشه مثلا مدیر هنرستان، خواستی یه فاصله بذار اینجا بنویس، بعد اینجا بنویس چی؟ مثلا حالا من اینکه اینجا دوتا سلول نشه طرف قاطی نکنه، بیا این دوتا رو مرج کن که طرف وقتی از اینجا تب زد دیگه بره تو این سلول نشه دوره سلول فاصله. این جزئیات رو دقت کن، اینو میخوای بدی که پر کنه دیگه، این دوتا رو مرج کن، یعنی طرف از اینجا اومد اینجا دیگه بتونه داده وارد کنه. خب من همین ساختارم میام کنترل سی میکنم چون دوتا ستونه دیگه، میام اینجا چیکار میکنم؟ یه پیس اسپیشیال میزنم، تمام. خب الان ساختار من رعایت شد، یه دونه امضا اینجا میزنم، یه دونه اینجا چی داره؟ مهر و امضا. خب حالا برای اینکه این ستون هم درست شه کافیه که یه دونه از اینجا بزنم. حالا شاید بگی آقا اینجا بزرگ شده اینا دیگه، میگم خواستید این نکات رو دقت کنید خیلی خوبه، مثلا تعداد مرجی که انجام میدین، ولی جدول من به هم نریخته، اینجا رو چون رعایت کردم جوری نشده که حالا ممکنه یکی در عرض ستونه خود جابجا بشه، اینو من رد نمیکنم، اونم تو میتونی یه کاری کنی که این مشکلات هم کمتر بشه. اما اصل قضیه اینجاست، میخوام سفید بشه، پس میام کلا اینجا رو یه رنگ سفیدی میدم و از طرف یه کادرم دورش میندازم، تمام. اینم از این. حالا شاید بعضی بگن آقا اینجا این با این ارتفاع، میگم باشه تو بیا این دوتا رو مثلا با هم یکی کن که درسته، ولی دیگه خودت هر کجور دوست داری انجام بده. اینجا یه متن نوشته، این گزارش برای اطلاع هنرجو و اولیای وی صادر شده است. برای اینکه کلش توی یه دونه چیز باشه فقط کافیه که بیام اینا رو چیکار کنم؟ مرجش کنم، تمام. اینم به همین شکلم تاریخ گزارشم اینجا می‌نویسم. خب ما الان تقریبا ایجاد کردیم اون دو تا عکس. یه پیشنهاد لاکچری دارم اصطلاحاً برات، یه دونه کپی از این بگیر، اینو که پرینت اسکرین گرفتی انداختی اینجا ان. بعد بیا این عکس رو یه کراپ بزن. چیکار کردم بچا؟ اینو بهتون بگم، این خیلی پیشرفته اکسله. یه کپی گرفتم، وقتی یه عکس روش کلیک میکنی کلا یه پنجره این شکلی باز میشه، عین ورد و پاورپوینت اگه ایناشو دیده باشی. میام اینجا رو کراپ میکنم، اینم از این. حالا دیگه خب اینجا رو خوب کراپ نکردم، یه ذره دیگه برتر میگیرم. خب حالا خوب شد، اینتر رو میزنم، میام اینجا اینو
قرارش میدم. اینم از این. یه دونه مونده چی؟ اون ورش. خب اینم به کراپ میزنم. اینم از این. خب اینم میذارم اینجا، یه ذره بزرگترش میکنم. میمونه چی؟ میمونه فقط اینکه این خطها رو بردارم. برای این کار یه روش خیلی سریع داره. اگه خواستید مثلا سریع این کار رو انجام بدید، بچه اینا در واقع یه سری خطه که شما سلولار میتونید باش تفاوت بدید. پس میریم توی ویو، این خطوط رو برمی‌داریم، مثلا این گرید لاین‌ها رو برمی‌داریم. که داریم دیگه عین هم میشه. ما تقریبا تونستیم این تصویر رو اینجا ایجاد کنیم. حالا دقتش دقت خوبیه، شاید شما بتونید خیلی دقیق‌تر مثلا این ردیف بالا رو تمیزتر در بیارید. قطعا هم میتونید حتما خودتون یه بار فیلم رو ببینید و انجام بدید، چون خیلی اینجوری نشه مثلا خب فیلم رو دیدم پس یاد گرفتم. نه، حتما ببینید و خودتون یک بار انجام بدید. موفق باشید. خب ما برگردیم کتابم نکاتش رو اگه مونده بگیم. خب کارنامه رو که با هم قشنگ کامل ایجادش کردیم. کتابم یه سری نکات گفته، این روتیت تکست آپ رو که بهت گفتم کامل دیگه. اینجا مثلا دبل کلیک گفتم مثلا متنت بلند باشه، رو بالای ستون که کلیک بکنی متن اندازهش درست میشه. اینجا رو دارم بهت میگم. اینجا وقتی مثلا یه متنی داشته باشی، اینجا دوبار کلیک بکنی عرض ستون به اندازه عرض طولانی ترین کلمه اون ستون میشه. اینم بهت گفتم. خب ببینم نکته مونده یا نه. یه دورم بیام اینجا، بد نیست. اینو من نوع داده سلول رو کامل توضیح دادم که همینجا کلیک میکردی، کلیک راست و این فرمت سل رو میزدی. اینجا رو دارم میگم که موارد من کامل به توضیح دادم، ریال باشه، دیت باشه، همه اینا رو قبلا گفتم. میکنی این جنرال حالت عادیه، اگه عدد باشه درصد، جدا کردن 1000 تا، ریال افتادن، مقدار پول، دیت و تایم. خب برگردم به کتاب که این میشه برای تاریخ، این برای درصده، اینم برای متنه. ما تا اینجا قسمت اول رو تموم کردیم و در ویدیو بعدی میریم سراغ فرمول نویسی در اکسل و ادامه کتاب. موفق باشید.